برای ملت و برای شهروندان و مزار شریف ولایت بلخ آمدن عید مبارک که انشالله که فرا میرسه برایشان مبارکباد میگیم و آمدن عید رمضان شریف که پیش روی است و تماما مسئولین و مجاهدین و امیر المؤمنین ریاست الوزراء وزیر داخله وزیر خارجه وزیر دفاع به همه و تماما مسئولین در افغانستان که است ما برایشان تبریک میگوییم مبارکباد میگوییم و خصوصا در ولایت بلخ ما شما در اینجا قرار داریم انشالله که برای امنیتشان ما اطمینان میتیم برای مردم به ملت همه ولایت بلخ و شهروندان ولایت بلخ که انشالله امنیت تدابیر گرفته شده. ما جلسه داشتیم به تمام ارگانا استخبارات قلدرده قماندانه انشالله که تدابیر خیلی شفا و تدابیر گرفته شده. برای مردم اطمینان میتیم که به عیدشان 3 روز است و عید که بسیار به خوبی استفاده بکنه و مطمئن باشه انشالله مسئولین و مسئولین امارات اسلامی به خدمت ملت است به خدمت مردم به خاطر تدابیر امنیت شب روز تلاش میکنه کوشش میکنه و متوجه هستند که مردم عید خود بسیار به خوبی و آرامی بخوانه و خوشی خود و آرامی سپاره بکنه. به این نقطه که است به تمام مسئولین ولایت بلخ و همگیش که است ایده به نهایت آخرین درجه کوشش خود تلاش خود میکنه و متوجه هستند.